سلام دوستان گرامی هواداران زبانهای خارجی. درسی 14 است از کتاب درسی 14 است از سلسله درس های زبان ترکی در 99 روز، یعنی که ترکی در 99 روز. اما چگونه که شما شاهد بودین در درسی گذشته از یک کتاب جدید، یک کتاب نو با نام یابانچılar için ترکچه درس را آغاز نموده بودیم. خلاص نام این کتاب یابانچılar için ترکچه. خب در درسی گذشته یک چند کلمه ها را ترجمه تخمینی کرده بودیم. تخمینی یعنی که تقریبی کرده بودیم. خب هنگام ترجمه باز بعضی از دوستان کمک کردن، یاردم کردن. خب اینجا درباره یوکسک لیسانس گفتیم، یعنی مرحله بعد دانشگاهی. این ترجمه خوبترش این است که تحصیلات بعد دیپلمی. تحصیلات بعد دیپلمی یعنی با چی گفته می شود؟ همون ماجستراتورا یا اینکه اسپرانتورا. خب ماجستراتورا، اسپرانتورا یا اینکه بعداً باز دکترانتورا شاید بگن، یعنی یوکسک لیسانس همین را میگن، یعنی تحصیلاتی بعدی دیپلمی. و سرای بوسنا را همین خیلی سرای بوسنا گفته بودیم. سرای بوسنا کشوری سرایوا می شود. سرایوا پایتختی. خب معذرت، سرای بوسنا خودش سرایوا می شود. سرایوا و این سرایوا پایتختی بوسنیا ای گرزگوینا است. بوسنیا ای گرزگوینا و بوسنا هرسک بوسنیا ای گرزگوینا. خب و لیسانس خودش مرحله دانشگاهی یا که با اون اصطلاحی که در بین مرحله های دانشگاهی، مرحله های تحصیل معروف است، بکالاور. یعنی لیسانس بکالاور می شود و یوکسک لیسانس بعد بکالاور، یا که تحصیلات بعد دیپلمی، یا که ماجستراتورا. خب ماجستراتورا، اسپرانتورا، یوکسک لیسانس و لیسانس بکالاور. خب و لیسه مرحله مکتبی میانه. خب کی باشد؟ بله، درس گذشته تا اینجا آمده بودیم. خب در یاد دارید این تمرین رو گرفته بودیم، با هم کار کردیم. خب از اینجا امروز آغاز میکنیم. aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz. خب یعنی میگوید جمله های زیرین را با شکل مناسب، در شکل های مناسب چه کنید با هم وصل نمایید، با هم مناسبشون سازید. خب حاضر یک قلم بگیریم و ادامه میدهیم از پیوست ساختن این جمله ها. Burası T14 sınıf mı? Burası T14 sınıf mı? Burası T14 sınıf mı? خب میگوید اینجا صنفی T14 هست. خب جوابش در کجا است؟ جوابش خب evet, burası T14 sınıf. Burası خب این خیلی ها. و sen nerelisin? یعنی تو از کجایی؟ خب جوابش می شود ben Ukraynalıyım. Ukrayna می شود. Ukrayna. یعنی ben Ukraynalıyım. من از Ukrayna هستم. Sen kaç yaşındasın? تو چند ساله هستی؟ خب ben 30 yaşındayım. Memnun oldum, yani خوشحال شدم. از شناسایی خوشحال شدم. یا یک نفر مثلا یک کاری رو برای تو انجام میدهد یا یک دوست میاد کار میکند، میگه که ممنون موسون، یعنی خوشحال هستی، راضی هستی. بعدا در جواب میگن ممنون oldum، یعنی شاد شدم، خوشحال شدم، راضی هستم. خب ممنون oldum جوابش میشود بنده ممنون oldum.
Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Xo'p. Ben de memnun oldum. Ve adınız ne? Adınız ne? Yani nomi tu chist? Nomi şumo chist? Yani nomaton chist? Adım Maria. Adım Maria. Adım Maria. Nomi man Maria است. Merhaba. Merhaba. خب این رو کار کردیم. تمرین ج میگه اشاره‌داکی فرمو دولدرونuz. یعنی این فرمای زربده رو پر نماید. یعنی یک فرما گفته یک شکلی ورقی رو میگه در شکلی بگیم که ورق. وقتی که ما با کتابخانه می‌داریم یا مثلا با یگان جای رسمی می‌داریم یا خب باز کجا رو میتونیم مثال بیاریم. خب بعضی از مؤسسه ها یا جای های هست که مثلا میگن این رو پر کن و بعدا درو مثلا یا برای آبونه شدن مثلا میگن این رو پر کن و آبونه میشوید. آبونه به معنی که در همین کتابخانه ما آبونه میشوید و شما میتونید هر وقت بیاین اینجا کتاب بخونید یا کتاب بگیرید برید. خب یعنی یک ورقه ثبت نام. میشود این را با توجیه ورقه ثبت نام ترجمه کنیم. ورقه ثبت نام. ما در اینجا میگه بیلگی کتابخانه‌سی کاید فرمو. بیلگی معلومات میشود. کتابخانه‌سی کتابخانه کاید فرمو کتابخانه‌سی یعنی فرمای ثبت نامی کتابخانه یعنی معلوماتی ثبت نامی کتابخانه. بفهم ترجمه عربی جدن. خیلی ما ترجمه نسته. اینها رو با ترجمه رو خوبتر ترجمه میکنم. یعنی بیلگی کتابخانه‌سی کاید فرمو معلومات نامه ثبت نامی کتابخانه. بفهم خیلی بهتر شده. کمتر ایپرتر شد. معلومات نامه کتابخانه ثبت نام کتابخانه. خب adı نام میشود. adı نام. خب soyadı nasab یعنی نام و نسب یعنی نام و نسب رو باید اینجا پر کنیم. این چیز خیلی مهم است دوستان گرامی. کوشش کنین اینها رو هر یک کلمه شو ترجمه کنین. هر یک کلمه شو از یاد کنین که وقتی که یک جمله داریم مثلا یک مهمانخانه می‌داریم میگن اول ثبت نام کنید. یک کتابخانه می‌داریم اول ثبت نام کنید. یک دانشگاه در اومدنی هستین اول ثبت نام کنید بعد بگذارین روین مثلا. بنابراین بسیار جاده این چیزا لازم میشه مثلا نام و فامیل نام و نسب شهروندی کجا هستی جنسیت چی از مرد و زن خب دیگر مثلا adı soyadı مثلا یک نامی رمزی رو مثلا میمونه. چی گفتیم؟ نامی رمزی. خب چی گم شد؟ خب مثلا نام می نویسیم که می نویسیم که دنیای نسب زبان ها دنیای زبان ها کتابخانه رفته. جنسیت یعنی زن یا مرد. جنسیت یعنی جنس میشه در ترجمه جنس. kadın زن erkek مرد. خب اینجا یک علامت موندن در کار. علامت مثل قلم. خب این خیلی خب کمتر کج اومده خیلی کدیش اهمیت ندیم. خب doğum tarihi. خب doğum tarihi می شود روزی تولد مثلا. خب یکون تاریخ رو انتخاب میکنیم 26 اکتبر. خب یون اکتبر همون اکتبر نسیم 26 Kasım 2020 مثلا. خب یعنی 26
Kasım و اکتبر غلط نوشتیم. Ekim mi şu? Oktyabr Ekim mi şu? 26 Ekim 2020. Hop ülke. Ülke yani az kadom kişvar astin. Mesela münesim Tacikistan. Tacikistan ha. Tacikistan. Hop. Şehir. Şehir mesela Duşanbe. خب okul مکتب رو میگوین یا که ایشیری مثلا مکانی کار مکانی عمل. خب در اون مکتب معین تحصیل داشته باشیم نام مکتب رو می‌نویسیم. در اون جای معین کار کرده باشیم مثلا نامی کار رو می‌نویسیم. خب می‌نویسیم ایشیری مکانی کار مثلا دنیا زبان دنیا زبان شرکتی خب یعنی شرکتی دنیای زبان مثلا یعنی این دنیای زبان شرکت نیسته مثال گرم خیلی نوشتیم یعنی میتونه جایی خب اگر نام یگون ولایت پایتخت یگون شهر اگر لازم باشه مثلا جای کار نوشته گیده اوجا می نویسیم که خب در زبان ترکی خ نیست باختر می نویسیم باختر خب bölüm قسم می شود. خب اگر ما در مکتب بخونیم قسم می شود یا که در دانشگاه یا که در لیسه مثلا بخونیم قسم می شود. مثلا قسم ادبیات از قسم علمی از قسم مثلا خب هر یک لیسه و دانشگاه با خودش یک چند قسم ها دارد. مسلک یعنی وظیفه مثلا خب وظیفه چی را می نویسیم؟ وظیفه دنیای زبان ها معلمی است معلمش می نویسیم آرتمن ها. تلفن خب تلفن می نویسیم تلفن مثلا 02 03 25 87 90 خب خب آدرس مثلا می نویسیم تاجیکستان خب تاجیکستان دوشنبه خب دیگر یعنی هر یک کس آدرس خودش مثلا اینجا می‌نویسه اگر لازم و در این زیر مثلا امضا میمونه یعنی جای امضا موندگیده امضا به تاجیکی امضا یعنی خب دنیای زبان ها اینه امضاش هم موند. خب اینجا جای رسم است برای گذاشتن رسم خب برای گذاشتن رسم. خب این ورقه ثبت نام رو ما و شما پر کردیم. خب از شما خواهش میکنیم انا همین کلمه هایی که اینجا گرفتیم adı, soyadı, cinsiyet, kadın, erkek, ülke, kişvar می شود, okul, مکتب, iş yeri, مکان کار, bölüm, قسم, بخش, meslek, vazife, telefon, adres, سراغ عنوان. خب کی باشد اگر چند کم است فکر میکنم امروزش همین قدر کفایه است یعنی یک تمرین کار کردیم و یک ورقه ثبت نام رو پر کردیم. با همین درس امروزه ما با پایان میرسد چون که 20 دقیقه دیگه وقت مونده است به ساعت 7 کوشش کنیم این نوار رو در یوتیوب گذاریم تا که در ساعت 7 شما با این نوار دسترسی پیدا کرده باشید. یگان پیشنهاد سوالا گفتنی داشته باشین لطفا در زیر ویدیو نویسین. فکر و نظرهاتون برای ما خیلی مهم هستند. تا کدام اندازه درس‌های ما برای شما مفید هستند کمک میرسونن نویسین. یگان کمبودی باشد نویسین ما اصلاح میکنیم. خب تا درس‌های نوبتی görüşürüz. Hoşça kalın.